سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ یه سوال یکی از مامانا پرسیده بود، میخواستم کامل در مورد صحبت کنم تا اگه مامانای دیگه به اشتباه افتادن این مشکل رو حل کنن. واقعیتش اینه که مامانی پرسیده بود که آیا من میتونم به کودک بالای 2 سالم هم شیر خوش بدم با بطری؟ خب ببین، اولا که شیر خوش دیگه بالای 2 سال اصلا اندیکاسیون نداره. شما حتی بالای 1 سال هم میتونید از شیر گاو استفاده کنید یا از شیرهای گیاهی اگه حساسیت دارن به شیر گاو. پس لزومی نداره بالای 2 سال دیگه شما شیر خشک رو بهتره که حذف کرده باشین از غذای رژیم غذایی کودکتون. بهتره که مواد مغذیشو از غذاهای جامد به دست بیاره. حالا دیگه یه مقدارش هم برای تهیه کلسیم و ویتامین دی و اینا از شیر و لبنیات استفاده کنید. نکته که وجود داره اینه که شیر خشک قند بیشتری داره نسبت به شیرهای گاو و شیرهای گیاهی و همین یه سری اختلالاتی در کودک شما ممکنه ایجاد کنه، اختلالات رشدی. حالا استثناءً یک سری از پزشکان برای کودکانی که سوء تغذیه دارن، سوء جذب دارن، ممکنه یه سری شیر خشکای مخصوصی حتی بعد از 2 سال هم تجویز کنن، ولی به صورت کلی توصیه نمیشه چنین کاری رو انجام بدید. و نکته دیگه که وجود داشت این که شما با بطری نمیتونید به کودکتون شیر بدید، به خاطر اینکه تا 18 ماهگی باید یاد گرفته باشه که با لیوان بتونه شیر بخوره و مایعات بخوره، چون باعث میشه اختلالات گفتاری پیدا کنه وقتی شیر خوش از شیشه زیاد استفاده کنه، چون خوردن با لیوان خودش فک رو تقویت میکنه و این اگه اتفاق رخ نده باعث مشکلات گفتاری میشه برای کودک شما. و ثانیاً این که مشکلات دندانی، فرم دندون ممکنه به مرور تغییر شکل بده، تغییر کنه. و نکته سوم این که ممکنه که باعث پوسیدگی دندان ها بشه وقتی زیادت از بطری و شیر خشک استفاده میکنید. یا دقت کنید حتی توی سری منابع علمی ریسک اوتیت هم افزایش پیدا میکنه با شیر خوردن با بطری. پس امیدوارم که دیگه اینا رو رعایت کنید که کودکتون دچار مشکل نشه. خیلی ممنون از شما، خدا نگهدارتون.